درود، با یه ویدیو آموزشی دیگه در مورد ردیف موسیقی ایرانی و زیبایی‌های اون در خدمت شما هستم. امروز میخوام گوشه رهاب رو برای شما بررسی بکنم. گوشه رهاب گوشه‌ای هستش که بیشتر در فضای فرود مایه‌ها مورد استفاده قرار میگیره. گوشه رهاب رو در مایه شور، افشاری و نوا برای شما خواهم نواخت. لطفاً اون رو بشنوید و تا انتها ببینید، چون در انتهای ویدیو من میخوام این گوشه رو در واقع بررسی بکنم و توضیحاتش رو بدم خدمتتون. گوشه رهاب در مایه شور. گوشه رهاب در مایه افشاری. گوشه رهاب در مایه نوا. همونطور که در اجرای من دیدید، شروع گوشه رهاب در هر سه مایه کاملا شبیه هم بود، ولی در انتها مسیر تغییر کرد. یکی سر از شور در آورد، یکی سر از افشاری در آورد، یکی سر از نوا. و در واقع میتونیم بگیم که انگار که این گوشه رهاب میخواد یه پیغام به ما بده، و اون پیغام اینه که شاید نباید زود تصمیم گیری کنیم و زود قضاوت بکنیم در مورد موضوعات. باید صبر کنیم، حوصله کنیم، ببینیم نتیجه کار چه خواهد شد و سر از کجا در میاریم.